محترم رئیس نوحی مسجد هیئت مهمانان میهمانداری بیان میکنیم و در کارهای آیندهشان موفقیت و کامیابی‌ها را تمنا میکنیم. محترم داور پهلوان تیمور پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان، پهلوان سفروف از جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را میسنجند. بردی پهلوانان بردی پهلوانان یک دسته کیمیوری بردی پهلوانان سه دسته کیمیوری از ایسان خزینی نوروزی صد سامانی دو بسته چینیواری و صد سامانی از حساب خزینی نوروزی برای پهلوان ها معین کرده شده است و هر دو پهلوان برای کار تمنا داریم. گندش برداشت پهلوان از جمهوری تاجیکستان سفرزاده غالب دانسته شدند و برد خود را صاحب گردیدند. به هر دو پهلوان یک جهان عرض و سپاس. میدان خالی نماند. پهلوان سفرزاده آماده گوشتینگیری شده استادن. مرحمت پهلوانان مهمان، میدان خالی نماند. بردی پهلوانان از حساب خزینی نوروزی نهایت بردهای کلان معین گردیده استاده است و مرحمت میدان خالی نماند. بردی دو پهلوان یک سرکه و یک گل پوشی خارجی الیاس پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان، سفرزاده از جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را میسنجند و هر دو پهلوان برای کار تمنا دارند. جای گفتن نماند به نام فرزند برونوان دیار دولت محمد توبل زاده فردی که پیوسته در برد و باخت دیار صاحب دو سزا داشتند از حساب فرزندشان به نام توبل زاده دولت محمد 200 سومانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد که در این روز سعید و پیوندانشان سربلندی تمنا داریم. حاجی من مهمون اومد. آدم در کارتون اومده یا شو؟ ها. پهلوان و حرکت الیاس پهلوان جمهوری برادری ازبکستان سفرزاده با لباس ورزشی سیاه جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را می‌سنجند. برد پهلوان‌ها یک بالا پوش خارجی یک سرکه از حساب خزینه نوروزی معین شده است. تیسین شایا آمد بهار دوستان منزل به سروستان کنیم تا بخت در روی خفته را شد تخت سروستان کنیم. برای هنر بالایشان یک بالا پوش دیگر از حساب خزینه نوروزی زم کرده شد. باز 50 سامانی زم کرده شد از حساب خزینه نوروزی. همچین غریبانی چمن به پا روان گشته بفن هم بسته پا هم
گامزن از این غریبستان کنیم. برد پهلوان ها حساب خزینی نوروزی خیلی گران می باشد. مرحمت پهلوان ها. داور محترم ساقی داوری میدان حکم داور است. اطراف میدان ناظران خواهش میکردم نشستید خوبتر میشه. گفته نماند از حساب مرحوم فرد برآمد دیار کامل زاده دولت محمد 200 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد و همچنین سابق آموزگار کتشا توتیف 300 سامانی به خزینه نوروزی وارد کردن در این روزهای سربلندی تمنا. قوازمایی می باشد. مرحمت پهلوانانی که حواسی به این پهلوان مراد بینم مرو کردن داشته باشند آماده شد. پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان برد از حساب بهادر قصاب بالای بردی تابلوف با 50 سامانی زن کرده شد. برد یک بالا پوش خارجی، یک بالشت خارجی، 100 سامان، یک سرکه و پهلوان غالب تقدیم گردید. پیملزاده مرحمت برد خود را گرفت با الیاس پهلوان برای هنر مولایشان یک جهان عرض سپاس می‌رسد. شاه جهان پهلوان نامور از جمهوری برادری ازبکستان و توبلزاده از جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را می‌سنجند و هر دو پهلوان برای رکورد برد یک قالین، یک ترماس خارجی، یک بسته چینواری، یک بالشت خارجی، 100 سامان از حساب خزینه نوروزی و هر دو پهلوان معین کرده شده است. پهلوان حرکت از نام اسماعیل بیگ با بالای برد پهلوان ها برای توبیل 50 سامانی دیگر زم کرده شد. جمع 150 سامانی، یک قالین، یک ترماس خارجی، یک بسته چینیواری، یک بالشت خارجی برای برد پهلوان ها از حساب خزینه نوروزی و مخلصانشان معین گردیده است. دو پهلوان نوور چی خوش عهد است فصل نوبهاران کزان خوشتر نباشد روزگاران به یاد آرد ز ایام جوانی ز عمری رفته اندر کامرانی. حکم داور است. بازی هنرنمایی دو رنگ حسابیده می شود. پهلوانان آماده قوازمایی می شود. شاه جهان پهلوان جمهوری برادری ازبکستان، کامل زاده جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر رو می سنجند و هر دو پهلوان برای رکورد بازی دوران نسیمش بوی مشوارد به جانها کند زان تازه و خرم روانها سفیری ناله مرغان به گلشن برآرد از دلی اشاق پیوند. بازی دورانی ثابت شد. پهلوانان فراغت میکنند. مرحمت پهلوانان نوبتی میدان خالی نماند. بسیاریم با جغرافی که معلم چی؟ مراد تبریک بیار پهلوان جمهوری برادری ازبکستان
پرتوزاده جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر رو میسنجند و هر دو پهلوان تمنا دارند. بعد این دست به آزمایی داور میدان محترم صافی‌زاده فراغت میکنند و مرزا شریف جمعه آماده باشند. برد پهلوان ها یک پیفل خارجی چایجوش خارجی دسته چینیداری و یک گولیش از حساب خزینی نوروزی معین کرد. نمیدونم اینا شک جنبا ها اطراف میدان با افاقها آورده شد. محترم متصدیان اطراف کارکن کی؟ بچه ترخوجه یا با هنر مولای هر دو پهلوان دیور پهلوان جمهوری تاجیکستان غالب دانش شد و برد خود را صاحب گردید و هر دو پهلوان برای هنر مولای شما یک جهان عرض و سپاس. محترم مرزا شریف جمعه داور رو به ذمه گرفتن و این داور ورزیده برای کار تمنا داریم. مرحمت پهلوانان نعمتی دیار پهلوان جمهوری برادری ازبکستان حفیظو پهلوان حفیظو جمهوری تاجیکستان یک سرکه از حساب خزینی نوروزی 150 سومانی 50 سومانی از نام بهادر و 50 سومان سفربای 100 سومان از نام مرزا قصاب برای رستم پهلوان زم کرده شد. برد یک سرکه 350 سومان پول معین شده است و هر دو پهلوان برای کار تمنا داریم. دو پهلوان ورزیده از دو جمهوری برادری همسایه قوی همدیگر مسلمان در میدان نوروزی پندارد و هر دو پهلوان ها بردباری تمنا داریم. طرف حکمی داور است. طرف حکمی داور است. محترم داور هر چی حکم فرمایند ساعت شو در این روز سعید و پیوندانشان سربلندی و سرسبزی تمنا دارند. دیو پهلوان جمهوری برادری ازبکستان پهلوان حفیظو از جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر رو میسنجند و هر دو پهلوان برای کار تمنا دارند. پهلوان رستم پهلوان جمهوری تاجیکستان غالب دانسته شد و به هر دو پهلوان یک جهان عرض سپاس. و دیار پهلوان شاه جهان
پهلوان شاه جهان جمهوری برادری ازبکستان، پهلوان حفیظزاده جمهوری تاجیکستان خوبای همدیگر رو میسنجند به هر دو پهلوان برای کار. برد پهلوانان یک قالین، یک بالش و یک چاجوش خارجی و 50 سامانی زم کرده شد. بالای برد پهلوانان با هر دو پهلوان برای کار تمام. سلسله می نشوی؟ یه بچه هم بلند نشوی دانشی میشه سلسله میشه سرخون تو خیلی باشی؟ زیرش که نکم خوب کپیتش هم تشکیل کنه بابا زینل کلیه پهلوان نوور از جمهوری برادری ازبکستان زین العابدین که آماده بسیاری شده استادان خیر مقدم است. دمشتی خود را صاحب داشتند. پهلوان نوور پهلوان دیار از صاحبان میدان از جمهوری برادری ازبکستان پهلوان شناخته را خیر مقدم میگوییم. اطراف میدان خالی کرده شود. محترم داور تاکید دارند توی که هنر حسن پهلوان از جمهوری تاجیکستان، زین العابدین پهلوان از جمهوری ازبکستان خواهد مهم میکنم برد پهلوانان یک سرکه 100 سامانی از حساب خزینه نوروزی معین کرده شد و هر دو پهلوانان برای کار. ناظری نوور شاهزاده سفرعلی که خدمت مردم را به جا آورده استادیان در این روز سعید سربلندی تمنا داره. حکم داور قطعی پهلوان زین العابدین از جمهوری برادری ازبکستان غالب دانسته شدند و برد خود را صاحب گردیدند و هر دو پهلوان برای کار تمنا دارند. زین العابدین پهلوان از جمهوری ازبکستان و پهلوان حسن سفر از جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را میسنجند و هر دو پهلوان برای کار. برد پهلوانان یک سرکه و قالین 200 سامانی از حساب خزینه نوروزی. زین العابدین پهلوان جمهوری برادری ازبکستان سفرزاده مامور کار کشتن نکن جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را میسنجند. کار کنه بچه مامور کار کنه نفران متصدی خواهش میکنم شینند در جاشون شینند خلال رسول استوری مامور کار کنه بچه یک قالین یک سرکه معین کرد. جونی و فیل کجو گل کجو سرم از کلیه عدل جمعه پهلوان حرکت حکم داور جمع نزدیک از میگه بخورو تختی گردش جمعه مرزا شریف ترسو میگرده میدان داری کرده استادیان در میدان داری کرده استادیان حکم داور است. پهلوانان نوور قوای همدیگر را میسنجند. سفر پهلوان نزدیک بدرو جمهوری تاجیکستان زین العابدین پهلوان جمهوری برادری ازبکستان.
ما چمپیونه و یکو پهلوانا از جانب داور 2 دقیقه برای پهلوانان وقت جدا کرده شد. پنجاه سوانی بالای برد پهلوانا بازدم کرده شد. 250 سوانی یک قالین یک سرکه برد پهلوانا معین گردیده. پهلوان نوور زینال عابدین پهلوان جمهوری ازبکستان غالب دانسته شد و برد خود را صاحب گشتند و هر دو پهلوان برای هنرهای بالایشان یک جهان امن خود میرسند. بچه ما بیاد و سلطه شد اسمانک بیاد اصل بیت پهلوان جمهوری برادری ازبکستان، شفیزاده جمهوری تاجیکستان قوای همدیگر را میسنجند. جمهوری شفیزاده 50 سومانی مخلص شد. علیشیر زم کرده شد. عزیزان شدینه یک بالا پوشی خارجی، یک وسیع چینیواری، یک چوجوش خارجی معین کرده شد. 50 سومانی عزیزان مخلص شد علیشیر. علق نی پهلوان شفیزاده غالب دانسته شد و برد خود را صاحب گردید. آفرین به هنری والایش.